الو سلام آج غلام، چطوری؟ خوبی؟ دورت بگرم قربونت بشم آجی. آج غلامه نوکرتم آقا. من از مزاحمت که آقا ما چیکار کنیم؟ ما گلر احتیاج داریم. چیکار کنیم آقا؟ چیکار کنم؟ نه آقا نمیشه، با این گلر ارزونا که نمیشه. تیم آورد لالیگا، ما بخوایم بیایم لالیگا گلر درجه 1 داشته باشیم. ما باید دروازه رو ببندیم گل نخوریم. آره من نمیدونم آقا، راضی نمیشم بازیکن بزرگا بیان دست دو. تیم تازه تأسیس اصلا کسی نمیاد اینجا. چیکار کنم من؟ نفوذ نداری با یکی مذاکره کنی برداری بیاری؟ کی فالو کرده؟ نویر فالومون کرده. آقا نوکرت هم نویر رو بردا بیار، من هستمش. نویر رو میاری؟ نویر رو قول آقا من برم مذاکره کنم باش، هماهنگ دیگه. بگم از طرف حاجی اومدم دیگه. حل آقا حل. دورت بگرم قربونت بشم آقا. سر بزن به ما آقا، عشق منی، نوکرتم. چشم لالیگا میاریم. چشم دورت بگرم قربون قدت بشم من آجی. از گلنارات چه خبر؟ آره بابا تعریف کن ببینم رفاقتی. دیشب زد. سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه ها بزنید با هم دیگه قرار بریم با هم دیگه قسمت دوم کریر گلنار اف سی داشته باشیم. من نوکرتم. به پسر خوب واقعا تراکوندید پارت قبلی و واقعا دستبوس تک تکتون خورده 800 خورده ویو خورده و واقعا دوست دارم. نوکرتم. لایک کنید این ویدیو رو که بازم قسمت‌های بعدی گلنار اف سی هم با هیجان بیاد بالا. اصلا از دست ندید قسمتاشو. لایک کنید، کامنت بذارید که همینجوری تو اوج بمونه و افت نداشته باشه. عشق منی خیلی زیاد دوست دارم. لباسی که تنه خیلی میاد. آره حاجی آقا قراره که تو این پارت بریم با نویر مذاکره کنیم. حاجی هماهنگی‌ها رو انجام داده و قراره حاج غلام قرار شدش که اسم بذارید تو کامنت واسه حاجیمون و گفتید که غلام قراره که با حاجی بریم غلاممون بریم که مذاکره کنیم با نویر، ببینیم که نویر رو میتونیم بیاریمش به تیم گلنار اف سی یا نه. هماهنگی‌ها انجام شده، احتمال زیاد به تیممون میپیونده. چنل تلگرام رو حتما توش جوین بشید که خیلی عشق می‌ورزید اگه تلگرام بیاید، چون اونجا هماهنگی با هم خیلی ارتباط نزدیک‌تری داریم. دوست دارم. لیتس گو. خوش اومدید به قسمت دوم کریر گلنار اف سی و الان توی ترنسفر لیستمون هستیم که ما گلر داریم. این یارو اسپیدو برام زده رو من بزنم بره، مذاکرهمون نشد باشون. اوکی آقا گلرا رو دارید میبینید اینجا. یه آقای کالر رو داریم، آقای کلر رو داریم. گلر دوم لیورپوله که بازیکن خوبی رو میتونیم به تیم اضافهش کنیم. پنیا رو داریم توی درون دروازه، میتونیم جذبش کنیم اگه نویر نشد. فعلا هماهنگی‌ها با نویر انجام شده. نویر 84 رو با قیمت پایین میتونیم برداریم بیاریم توی تیممون و بعد میریم سراغ ادامه لیستمون که بعداً باهاش غیر از اون ادامه درباره‌شون صحبت می‌کنیم. بریم سراغ مذاکره با نویر. 1200 قیمتشه. اوکی آقا هماهنگی‌ها انجام شده. نها کن فقط هماهنگی حاجیو ببین. نفوذ حاج غلامو نها کن فقط شما. ببین نفوذو فقط ببین. نفوذو ببینش کن. تمام. دیدی نفوذو؟ نوکرتم پسر خوب. با یه حرف گفتم حاج غلام گفته بیا، تموم کرد کارو. نویر با گلنار اف سی پیوست. بله آقا همونجوری که میبینید آقای مانوئل نویر با نفوذایی که حاج غلام داشتش به تیممون پیوست و قراره که این بعد توی گلنار اف سی توی دسته دو اسپانیا توپ بزنه و تیم تازه تأسیس گلنار اف سی رو به لالیگا بیاریم بالا با هم دیگه با کمک آقا نویر. نوکرتم نویر اولین ستاره‌مونه که به تیم پیوسته و واقعا به نظرم خیلی میتونه به تیم کمک کنه. بریم مراسم معارفش هم با هم دیگه ببینیم که چه حرفایی قراره بزنه. بالاخره جنبه‌های تبلیغاتی زیاد داره نویر واسه تیم و امیدوارم که بله. اینجا لباسو گرفت بالا نویر رو. چی لوگومون رو قایم کرده. لوگو رو چرا نزدی نویر؟ حاشیه درست میکنه واسمون. این چیه رو لباس این؟ اوه دیدی چی گفت؟ تو هم پشمامو گفت من بچه‌ها پرورشگاه آوردن. گفت من اصلا چیزه میکنم فقط میزنم. چی گفت نویر آجی؟ اصلا رسانه ها رو ترکوند. سراغ ادامه خریدامون که من اینجا کلر رو با پنیا رو حذف می‌کنم از ترنسفر لیستمون و آر بی ال بی داریم. آر بی و ال بی داریم، خیلی زیادم داریم و میتونیم بیاریمشون. فقط این مشکلی هست که اینا خیلیشون گرونن و همشون بازیکنایی هستن که شما تو کامنت ها پیشنهاد داده بودید. آقای ریرسون رو داریم
از دورتموند که 20 میلیون قیمتشه. رابینسون رو داریم از فولام که 38 میلیون قیمتشه و اصلا نمیتونیم بیاریمش، خیلی هم بازیکن قویه. و نه سانتوس داریم، تییاگو سانتوس داریم که خیلی بازیکن خوبیه و واقعا علاقه دارم که به تیم بیارم. 22 میلیون قیمتشه و کل بودجهمون رو تقریبا باید با سانتوس هزینه کنیم. کرکز رو داریم که 2 نفر گفتن تو کامنت ها بیارش، اینم بازیکن گرونیه ولی خب خیلی بازیکن خوبیه، تو فصل بعدی شاید جذبش کنیم. لوئیس هالو داریم که با ریت 79 و 27 میلیون قیمت، 19 سالشه حاجی، خیلی بازیکن خوبیه واقعا، اگه میتونستم میآوردمش ولی اینو فعلا میذارم تو لیستم بمونه. حال 27 میلیونه داداش، فکر کردم 19 میلیونه یه لحظه، اینم میره بیرون از لیستم. آقا فران گارسیا رو داریم، بازیکن رئال مادرید با پیس 89، این بازیکن خوبیه ولی 26 میلیونه، اینم نمیتونیم بیاریم حاجی. سمدو رو داریم که سمدو رو اصلا نیستمش ولی خب بازیکن بدی نیستش، الان دارم استاتسشو میبینم، سمدو رو میتونیم بیاریم، کلا هم 10 میل قیمتشه. جرارد مارتین رو داریم و مارتین میتونه جواب باشه واسه تیممون، ریت 72 داره، کلا هم 5 میلیون قیمتشه. به نظرم مارتین انتقال خوبیه. و این ور آقای ریس رو داریم که قرضی بازیکن آزاده که میتونیم جذبش کنیم. به نظرم بریم اینو فعلا آزاده بیاریمش برای سمت راستمون، سمت چپمون رو میتونیم یه دونه از اون بازیکن خوبا رو بیاریم با 24 میلیونی که داریم. به نظرم این حرکت خوبیه. 24 سالش، 75، خیلی بازیکن خوبی میتونه باشه و عملکرد خوبی میتونه بهمون ارائه بده. اوکی 4 ساله باش میبندیم. آقای ریس به تیممون پیوست و به گلنار اف سی اضافه شد. اینجا هم تو که میبینید من اومدم استقبالش. دیگه بالاخره بازیکنایی که خودم میارم و همه رو اومدم استقبالشون، بجز یه نفر که آقای آدم تراوره بود واسش وقت نداشتم، اونو گفتم آجی جنبه تبلیغاتی داره بذار بهش رو ندم که فکر کنه خبریه. بله اینجا میبینید نفوذهای نویر رو، اینجاست که نویر تاثیر داره، بازیکن میاد اینجا نویر رو میبینه پشماش بریزه. به به چه خوشگل هم هستش آجی، این انگلیسی اینجوریاست ایناست. اوه گرفت بالا، شماره 6 هم داره آقای ریس. امیدوارم کار واسه اون در بیاری یا خوشگل خالی نباشی، خوشگل هم بازی کنی. ماشاءالله و تبارک الله و احسن خالقین به تیممون اضافه شد ریس. آقا یه بازیکن تو والنسیا به اسم آقای هارتمن، ریت 77 داره، 22 سالشه، گلدن و پیس 78 و بازیکن خوبیه. ببین کارو خیلی حرفه‌ای میتونه واسمون در بیاره، سیس خیلی خفنی هم داره، من واقعا کیف میکنم این آدمو میبینم. 22 میلیون کلا قیمتشه، بریم اینو جذب کنیم واسه تیممون. 23 میل ما بودجه داریم فعلا. اوکی ببین میخوام این استراکچر رو بهش بدم. کوشش چی بود؟ وینگر راست بود بازیکنمون مونده بود. آره این 16 میل میارزه حاجی، اینو هیچی نیومد از اون بگیر آقای دامینگوئز، و اینو 16 میل میارزه، من اینو بهت میدم، 10 میلم بهت پول میدم، قبول کن حاجی ناموسن. او قبول کرد اونو همین که اونو داره میگیره خیلی جای شوکش باقیه. اوکی اونو بهت میدم، سلام کلوزم بهت میدم، ولی داداش من خیلی گفتم به 10 میل، الان تو خیلی داری هم من پول میگیری داداش. 15% خیلی، اینو بگم 5% چه خبره؟ 17 میل اون 15% خیلی داری میگیری مرد حسابی. What the fuck؟ بکن 4% 13 میل رو بهت میدم. قبول کرده 4% با 13 میل قبول کرد که هارتمن رو بگیریم. پشمام چرا انقدر گرون کرد تو پاچمون رو، ولی همون که وینگر راست رو دادیم رفت خودش خیلی خوبه به نظرم. اوکی آقا اینو بریم مذاکره کنیم باش. کروشوال 100% اصلا داشت تو خطریه، قیافت دیوونه میبونه. ای کروشوال نزنی همینجا رگتو میزنی فکر کنم. برای فصل اول که با گلنار اف سی داریم که فعلا همه چی خوبه، راضی ام از ترکیب اون. بازیکنان جوونم روی نیمکت داریم 17 نمیدونم 30 19 24 18 خیلی بازیکنان خوب و جوانی تو ترکیبمون هستن که کاری به کار این فعلا ندارم. نکته دوم که من متوجه شدم الان گلرمون نیستش حاجی، گلرمون رو زدن تو گوشش که ما بیایم اینجا اینو ببینیم گلرمون رو کی برده حاجی، کی رفت، کجا رفت، چطوری رفت، چه زمانی رفت، اسمش هم نمیدونم چی بود، یعنی که الان من اینجا ببینم نمیدونم کدوم بازیکن گلرمون. فیری که اینو ما آوردیم، اینم که ما آوردیم، این گلرمون بوده، یعنی رومرو کیه این؟ این گلرمونه. آره همینه، 4 میلیون و 200 اینو پولشو دادن بردنش والنسی لوانته بود فکر کنم اسم تیم، لوانته است دیگه. آره فکر کنم لوانته است. آره اینو برشان بردن اینجوری. ای بابا ناراحت شدم. اوکی آقا بریم سراغ بازی سوممون توی لیگ مقابل کادیز که این بازی قراره کویکسین بزنم. امیدوارم که کادیزو شکست بدیم. تیم خوبیه توی سطح لیگ 2 اسپانیا و امیدوارم بزنیمشون. 4-2 بردیمشون. ریس و میشل و
کاسترو آلکاراز واسمون گلزنی کردن، هر گل یه نفر زده و واقعا نتیجه خوبی گرفتیم 4-2. خدای خوشحالم از اینکه همچین تیم قدرتمندی بستیم، واقعا تیم خوبی بستیم که اینجوری دارن میبرن تیما رو. و دبلیو آقا این بازی هم که همشون راحته، به نظرم بریم سراغ لوانته. لوانته رو تا اینجا بیایم بزنیم کویکسیم و این دوتا بازی هم با هم دیگه کویکسیمش رو ببینیم. لوانته رو با توجه به جدول میبینیم که گیم پلی بریم یا نریم. اوکی آقا بازی با تیمت یا علی فرول چه تیمی هستین بابا؟ چیه میاد با این مساوی میکنید؟ بازی با ترنت این هم سخت بابا، این هم مساوی کردن، دهنتون سرویس خدا وکیلی. بریم لوانته رو بازی کنیم بابا، اصلا به اینا نمیشه اعتماد کرد. خوب 2-3 تا اول بازی رو بردید و 5 تا 4 تا زدن، اینو خراب کردن. لوانته 13ame یا ما 13ame؟ ما 3میم، لوانته هم 7مه. آره لوانته 7مه، ما هم 3م جدول، فاصله همون هم 2 امتیازه. با صد جدول یه بازی کمتر داریم، البته این بازی رو باید ببریم. آقا بریم سراغ لوانته، به نظرم بریم بازی کنیم شکستشون بدیم بیایم بیرون. فقط بریم کیتمون رو عوض کنیم، اون سری با کیت سبز بازی کردیم، این سری میخوام این یکی کیتمون رو بردارم. این خیلی خوشگله آجی، این لباسمون واقعا قشنگه. اوکی آقا بریم سراغ بازی با لوانته. دیولپمنت پلن هم باید به بازیکن‌ها بدم، ندادم آجی. دیولپمنت پلن باید بهشون بدیم. بازی شبه، خوشم اومد، نوکرتم. بازی شب، دوست دارم. من واقعا خوشحال شدم که دیدم بازی تو شب داره برگزار میشه. بریم آقا بریم، نمیخوام اینا رو نگاه کنم. قاطی نکنیم لباسا رو، اینا چرا جوری شدن؟ خوبه ولی نه. میشه نیازه برای کاسترو مادر. کاسترو اذیتمون نکن کاسترو. مرسی کاسترو، خوشگل جا گذاشت و زد بیرون. فوش مادر بهش بدم آجی، صدا گوشیتو کم کن، من یه فوش مادر به این بدم، ناموسن کم کن. آخه چی بود این زری خدا وکیلی. کالدرون این نازم برای میشل، خود میشل میتونه گلو بزنه، میشل میزنه و توی دروازه گل اولو میزنیم به لوانته. خیلی خوب کار کردن بازیکن گلنار اف سی تو این صحنه، واقعا یه تاکتیک بی‌نظیر، پاسکاری هماهنگ. توپ نگاه توی پای میشل رد شد. مرسی ای نوکرتم، واقعا طبیعی بودن از توت میباره. اصلا نگاه کن، توپ توش رد شد. دمت گرم. مفصل و مچ و استخون و استکونه بابا. ری برنج مگه ری میکنه حاجی؟ رایس رو بنازی تو دم کنی میشه ریو میکنه. اشمام چقدر باحال بود، خدایی باحال. آدم تراره میندازیم برای آلکاراز برای کاسترو. خود کاسترو یه پاس خوب انداخت اونجا. آلکاراز کاسترو میزنه و پشمام. توقع نداشتم انقدر خوب بزنه، خدایی تو زاویه‌ای که بود خوب شوتو زد. خود میشل سرعت خوبی داره آجی. با این میشله بریم همینو بزنیم تو گل، همینو بزنیم تو گل یا نه میگیره گلرشون. خیلی خوبه این میشل لامصب، خدا حاج غلام واسه اون آورده میشلو. اینجا فرصت پاسو میدی میبر، میشل میزنه و میگیره گلرشون. کاسترو فکر کنم کاسترو بود که تو زد تو گل. کدوم بازیکن کی تو حاجی؟ بالا معلوم نیست. کاسترو، بله خدا کاسترو گل دوم میزنه. مرسی دمتون گرم خدا وکیلی. نگاه کن اینجا پاسو داد، میشل زد، کاسترو ریواندشو زد تو گل. 2-0 جلو میافتیم از لوانته. بازی با لوانته با یه گل دیگه که کاسترو به ثمر رسون 3-0 به نفع گلنار اف سی به پایان رسید و بریم سراغ ادامه کار. بورگوس بازی داریم، امیدوارم که بزننشون. کویکسیم قرار ببینیم ازشون این بازیو و 3-1 میزنیم. دمتون گرم واقعا مرسی. میشل شد بهترین بازیکن زمین. آجی این تیم یه مدت قدیم بودش تو لالیگا، خیلی تیم خوبی هم بود و فکر کنم چمپیونز لیگ هم داره یا تو فینال میلانا بوده. بابا بازم 1-1 کردن اینا که ناموسم بزنید دیگه. بریم سراغ ایبار ببینیم ایبار رو چیکار می‌کنه. آقا وضعیتمون تو جدول همچنان سومیم با 18 امتیاز و بازی‌های مساوی. فاصله‌مون 1 امتیازه با گرانادا و اوویدو. آره اوویدو اسم تیم. ایبار آجی چندم جدوله؟ ایبار 15ام آجی. من فکر کردم الان ایبار خیلی خوبه، می‌خواستم گیم پلی برم ایبارو، ولی نه ایبارو نمیریم، میذاریم برای تیم‌های دوم سوم جدول. کویکسیم میزنیم دیگه. ایبارم کویکسیمشو بریم با هم دیگه ببینیم، امیدوارم بتونن بزنن ایبارو. دفاع وسطمون مصدوم شده، پشمام چند وقت مصدومی تو؟ این چرا اینجوری شد الان؟ وقتش نبود خدا وکیلی.
10 روز مصدوم حاجی. دفاع وسطمون 10 روز مصدومه. من الان یادم افتاد بریم دیولپمنت پلن به اینا بدیم. الان دفاع وسط جایگزین کیو داریم بذاریم؟ حسینی رو باید بذاریم. میذاریم دیگه. 10 روز وایس حسینی جای این ببینیم چی میشه. اوکی، من برام دیولپمنت پلن به بازیکنامون بدم. به بازیکنامون دادم، کادر فنی هم به تیممون اضافه کردم و الان بریم سراغ کویکسیم بازی با ایبار ببینیم که میتونیم شکستشون بدیم یا نه. کویکسیمو میزنم، امیدوارم بزننش. حاجی 15 بله 5-1 بردیم. لوپز دوتا، کاسترو دوتا، یه دونه میشل زد. حاجی لوپز کیه؟ من نمیدونم لوپز کیه تو تیممون. لوپز نداریم ما. شماره 13 کاپیتانمون لوپزه حاجی. مثل اینکه هافک بازی میکنی تو آقای لوپز. من میتونم ببینم شماره و اسکوادمون. لوپز بله لوپز این یارو هافک است که خیلی 78 حاجی. دبلیو بازیکن خوبیه. اوکی آقا بریم سراغ ادامه کار ببینیم که چه بازیایی داریم. آقا بازی داریم با کرادوک زدیمش 3-2. تا من بیام اسم تیم رو بخونم بردیم یارو رو. بازی داریم با کاستلون. آره دیگه کاستلون که تیمای ضعیفیان حاجی. بابا بزن اینا رو، چرا مساوی میکنید ناموسن؟ شده قضیه منچسترمون فصل پیش که اصلا همه رو مساوی میکردن تپ. بزن ناموسن اینا رو. کار چیه؟ کاردوبا بزن بابا. 2-1 بردیم. مرسی. آلکاراز این شد بهترین بازیکن، فکر کنم آلکاراز بود. اوکی راسینگ کلاب بزنش. 1-1 بابا چرا همه رو مساوی میکنید خدا وکیلی؟ وای خدا. اوویدو بریم اوویدو رو میزنیم یا نه؟ آقا بزن اینو. 2-1 آره 2-1 زدیمشون. دمتون گرم. مرسی آقا مرسی. بریم سراغ بازی با بعدی با آلمیرا چیه؟ فکر کنم آلمیرا بهش میگیم تو لهجه ما. اوکی بازی با آلمیرا 18ام جدوله. پشمام حاجی فکر کردم تیم خوبی. این تیم مگه لالیگا نبود چند سال پیش؟ چرا اینجوری میکنن؟ الچه هم داریم. بریم ببینیم الچه چند نمره. آلمیرا داشت 5م. پس اون چی زده؟ ما اولیم با 32 امتیاز. باید ببریم آلمیرا رو باید ببریم و ما اولیم و ببریم فاصله‌مون زیادتر میشه. اوویدو حاجی تیم دوم بود کویکسیم زدیم. چند کردیم با اوویدو. 2-1 زدیمشون. 2-1 زدیم اونا رو. گرانادا و اسپورتینگ و آلمیرا. حاجی بریم آلمیرا رو به نظرم بازی کنیم. تیم‌های 4 و 5 همیشه تیم‌های خطرناکی ان. بریم اینو بازی کنم خودم. امیدوارم بتونیم بزنیمشون. فقط what the fuck دفاع راستمون رفته تیم ملی داره بازی میکنه. داداش یارو دفاع چپمون هم رفته. بابا اینا دارن بازی دارن خودشون و هم دارید میبرید اینا رو. وای خدا بدبختی منو ناکن خدا وکیلی. شانس منو ببینا. این حسینی رو بزنید رو نیمکت. بله اینجا تماشاگره آلمیرا رو میبینید که یه بازی حساس نگاه میکنن به بازی با گلنار اف سی که تبدیل به تیم فوق‌العاده شده تو همین فصل اولی که حضور پیدا کرده تو لیگ 2 اسپانیا. تماشاچی آلمیرا رو میبینید. به نظرم باقی موقعی که رفتیم لالیگا باید یه قولی یه ورزشگاه بزرگ از حاج غلام بگیریم. به نظرم حاجی باید به نظرم یه ورزشگاه بزرگ واسمون درست کنن، چون تماشاچی‌ها میره بالا دیگه. چون ما الان داریم هزینه میکنیم بازیکن خوب میاریم، مثلا نویر رو برم داریم میاریم، تماشاچی‌ها تعداد میره بالا. تعداد بره بالا ما کم میاریم، اما ورزشگاه نداریم. باید بریم یه ورزشگاه بگیریم به نظرم که کارو بتونیم در بیاریم. فهمیدی؟ اگه معمولی می‌خواستیم شروع کنیم نمیخواست، ولی نه ما داریم جنبه تبلیغاتی و قوی میبریم جلو. این عربستان. اوکی آقا کاسترو میندازیم برای میشل. خود میشل جا میذاری یا نه؟ میشل میزنه اینجا نزدیک بود. داریم حالا آلکاراز میندازیم برای میشل. خود میشل یه ساند. کاسترو قیچی برگردون میزنه و میگیره گلرشون آقای مکسیمینیو. میشل اینور برای کاسترو یه دور زد. کاسترو میزنه و گلو میزنیم. حالا یکی جلو میافته گلنار اف سی. مرسی کاسترو. عملکرد فوق‌العاده نشون میدن بازیکن‌های گلنار اف سی. نشون میدن که لیاقت تیم بزرگ شدن رو دارن. نشون میدن که لیاقت دارن که به چمپیونز لیگ برسن. نوکرتم کاسترو. نوکرتم پسر. بازیکن‌های جوون و جویای نام. بازیکن‌های نامدار. ترکیب فوق‌العاده‌ای از یه تیم. اینه یه تیم درست. تیمی که درست بسته بشه همینه. میره برای قله‌های بلندتر، میره برای قله‌های بزرگ، میره برای موفقیت و قهرمانی، میره برای جام کل اسپانیا. تمدید میشه.
وای یا اول فاز میزنن اونجا گل. هر گلر دیگه بود این گلو میخورد. خیلی موقعیت بدی تقدیمشون کردن خداییش. نگاه یارو بچه‌ها اونجا وایساده. اینم بابا پای یارو میره تو توپ. چیه این خدا وکیل. خدا کاسترو موقعیت پشت اجدا میزنیم و توی دروازه. کی بود میگفت کاسترو بده؟ کی بود؟ اجازه بده من یه بوس بدنم پیشونی اونجا گفت کاسترو بده. کردم خودم بودم. میدونم این استری خودم بودم. کامنت بذار خودت بودی. همینو کامنت کن. عشقی یهویی نوکرتم. لایک هم بکن. لایک بزن ویدیو رو عشق کنیم. دو تایی باند یه دونه باتیستا اسم یارو. باتیستایی تو کشت کشکار نبودی من یه اومدید فوتبال بازی می‌کنی بازیگری تو بالاخره چیکاره داشت فردا موادم میفروشی ها. نویر رو نگاه کن اونجا دابل سیو نویر. مرسی نویر. اینه بازیکن بزرگ میبینی آدم تراوره خدا آدما میریم برای طراحی یه حمله بزرگ خاک تو سرت کنن. مرتی که خر فقط هیکل گنده کرده. هادی چوپانو میذاشم حتی بهتر بازی میکرد. دلغک. وای 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 حسینی آوردیم جلو. برای چی این همه حسینی برای چی آوردیم جلو؟ برای چی این همه آوردیم جلو؟ 2-2 میشل. خود میشل میتونیم گلو بزنیم یا نه؟ میزنیم برای کاسترو. خود کاسترو میزنه و گل سوم. هتریک کرد پسرمون. یادم رفت بگم پارت قبلی بهترین بازیکنمون شد کاسترو و این پارت هم دوباره به نظرم کاسترو رو بزنید. کاسترو برای دومین بار به نظرم بهترین بازیکن زمین رو بیایم بهش بدیم. بهترین بازیکن پارت رو بیایم بهش بدیم ها. خیلی گل زد دیگه این پارت اصلا ترکون. برای کاسترو. خود کاسترو بازم جا گذاشت. کاسترو اینجا پوکر میکنه. آره پوکر بازه کاسترومون. 4 تا تمام آقا بردیم آلمیرا رو 4-2 بردیم. تمام شد آقا. چهارم برج بعدی بازی داریم تو کوپا د اسپانیا. الان این بازی‌ها رو کویکسی می‌زنیم تا برسیم به اونجا. بازی داریم با میراندز که مثل اینکه بردیم. آره بله 2-1 تونستیم شکست بدیم میراندز و بازی بعدیم با الچه هم امیدوارم بزنن ببرن بترکونن بپکونن. بزنید بپکونیدشون. بزن ناموسن. میزنیم مثل اینکه زدیم. 2-0 زدیم. بله مرسی. نویرمون هم کلین شیت کرد. بریم سراغ بازی بعدیمون با این تیم از توی کوپا د اسپانیا. تیم فرول اسمش که بازی قبلی بکنم مساوی کردیم یا باختیم بهشون. نتیجه خوبی جلوشون نگرفتیم. بازی لباس اونا هم سبز آجی. لباس ما هم سبز اونا هم سبز. ما سفیده رو این سری بپوشیم تا الان نپوشیدیم. اونا سبز بپوشن. اوکی. بریم سراغ بازی با نمیدونم چی بود یادم رفت. بریم بازی کنیم. نداد به خیمنز. پنا میزنه و به بیرون دروازه توپ میره. کاسترو اونجا پنالتی میتونست بگیره. کاسترو یه فینس میزنه و وای حرام چجوری نرفت تو گلی. نگاه خیلی کم. خیلی فاصله کم. 0-0 همچنان نتیجه. آلکاراز برای کاسترو اونجا جا گذاشت یا نه؟ میندازیم و آلکاراز داشتی گله یا نه؟ نکرتم مرد. آلکاراز با جفا رفت تو پرچمشون. گفت پرچمو لول بکنید تو. شما که گلنار مصرف نمی کنید باید پرچم مصرف کنید. یا گلنار یا پرچم. نکرتم روشونه. پاس اونجا شوتو زد. پنا زد. کارت زرد داد باز کنم. نویر کار شروع میکنه. پنا امیدوارم گل نزنی فقط تو. یکی دیگه اومد. وای سوتی دادم. نویر تو دروازه است. یادت میره. یادم رفت فراموش کردم. کاسترو میزنه شوتشو. توپ بیرون میره. تو بزن داور سوتو بزنیم بو گل میده. داور مرسی داور. بردیم آقا. یکیش تونستیم با بدبختی ببریم این تیم رو. ما بریم سراغ ادامه کار. بازی داریم با اسپورتینگ تیم بالای جدولی. کویکسیمشو با هم دیگه میبینیم. امیدوارم بزن. 2-1 مثل اینکه زدیم. آره بله 2-1 تونستیم ببریم اسپورتینگ رو و اوکی. بریم سراغ ادامه کار. بازی با گرانادا که این بازی رو بریم با هم دیگه کویکسیم اینم میبینیم. نمیخواستم برم بازی کنم ولی میگم که کویکسیم بزنیم این بازی هم.
و ببینیم چی میشه. کویکسین بزنیم، چیزم میتونیم بزنیم. چی اون یارو تاکتیکال ویو اونم میتونیم بزنیم، ولی خب کویکسین میگم بزنیم یا نه تاکتیکال ویو بریم تاکتیکال ویو. آقا تاکتیکال ویو هم یه نداشته باشیم بد نیست. بریم تاکتیکال ویو از دیده ونوم ببینیم بازی چطوریه. طرفدارای گرانادا رو ببینید که ما باید این لابلا این داکن لا اینا یه پر چیز واسه شون بذاریم. چیز ما مخالف چیزی، فقط گلنار لای این برگه مرگه ها اینا یه چیزی میذارن، این قلبی ها و گلی ها اینا دارن، دیدی صابون اونجوری دیدی اینجوری لا اونا پر کنیم بفروشیم به هوادارهای حریف ما از حریف شروع کنیم چیز که آلوده کردن، میتونیم کل عموم رو کم کم آلوده کنیم. اوه کی داره میزنه؟ ما میزنیم؟ کی زد؟ اونا زدن؟ اونا بودن یا علی. آقا به ناگون دکمه‌اشو تتو کردی داداش، دکمه است اون تتو اونجوری شده. حاجی اینا میخورن من نرم. نویر رو ناکن چیکار میکنه؟ آقا جامپ تو بازی بابا، بیا برو تو. چجوری برم تو جامپ اینا؟ اوکی آقا بریم تو بازی، خودم بازی کنم بابا. اینا الان میخورن از این. میزنم و تیر دروازه. پشمام ماجی چه تیری زد کاسترو. باید وای نویر مرسی. نه مرسی. اونا هم پلشتن بابا. وای خدا کالدرون چه کاری بود با من کردی لالیگا. وای خیلی قوی هن. انگار قشنگ زورمون نمیرسه بهشون. صد دارن اونجا. هیچ دقیقه 90 آجی بازی 0-0 شد. اگه بتونیم 0-0 نگه داریم نخوریم، زدن که نمیزنیم، فکر نکنم بتونیم بزنیم. پاسو میدیم. بله تمام شد آقا. اینم بود از این ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. پارت بعدی تو نقل و انتقالات نیم فصل هستیم. حتما واسم کامنت بذار که چه بازیکنی رو بیاریم چه بازیکنی نیاریم. کامنتتون بهم خیلی کمک میکنه. لطفاً کامنت بذار واسم. اگه ترکیب اون نیاز به تغییر داره حتما واسم کامنت کن، نظرتو بگو. عشق منی. پیس.